سلام رفیق. سلام رفیق. توی آخرین تلاشت بالاخره فهمیدی که چه شکلیه این که تنها باشی. بالاخره دردو فهمیدی. تنهایی تموم زندگیمو گرفته، همه جا هست، هیچ راه فراری نداره. اونقدر دوست نداشتم، شاید اصلا خیلی هم ازت متنفر بودم، ولی این بدترین چیزی نیست که ممکنه اتفاق بیفته. خدا هم تنهاست. درد من همیشگی و پایداره و برای هیچ کس یه زندگی خوب و آرزو نمی‌کنه. در واقع میخوام دردم به همه سرایت کنه، نمیخوام کسی ازش فرار کنه. دست ما دستیه که به دست زنها بزرگ شده. من موندم یه زن تا چقدر میتونه جوابی باشه برای خواسته هامون. فقط رها کن، خودتو رها کن. فکر کنم سلامت روانم از بین رفته. حتی بعد از اعتراف همه اینا هیچ پاکسازی وجود نداره. مجازات من ادامه پیدا میکنه تا منو دور کنه، تا نتونم دانش عمیق‌تری از خودم به دست بیارم. هیچ دانش جدیدی از گفته هام نمیتونه استخراج بشه. این اعتراف هیچ معنی نداره.